دقت کردی آدمایی که در طول روز خیلی فکر میکنن و نشخوار فکری یا فراتفکر شده عادت روزمرهشون اکثرا آدمای نابغه و خلاقی هستن و ایده های به شدت زیادی دارن برای اینکه بخوان تو زندگیشون انجام بدن، چه در زمینه کاری، چه در زمینه روابط و چه در زمینه رشد شخصی خودشون. و منی که اینجا نشستم خودمی که از همون دسته آدما هستم. سلام، آریان هستم و به این ویدیو خوش اومدی. من میخوام توی این ویدیو در رابطه با این موضوع صحبت کنم که چرا آدمایی که نشخوار فکری میکنن، من اینجا نیستم بگم نشخوار فکری کار خوبیه، نه اصلا کار خوبی نیست، ولی خیلی کارها هستن، خیلی چیزها هستن که به آدم آسیب میزنن. به من هم این عادت خیلی آسیب زده، عادت خیلی غلطیه، دست خودم هم نیست ولی باید سعی کنم کنترلش کنم. ببین هر چیزی کاملا بد نیست. ما هیچ چیزی تو این دنیا نه کاملا منفیه نه کاملا مثبته. هر چیزی، حتی عجیب غریب ترین چیز ممکن، هم یه سری چیزای منفی داره، هم یه سری چیزای مثبت درون خودش داره. حالا شاید از خود بپرسی که خب نشخوار فکری میدونم چیه، اما فراتفکر چیه؟ زمانی که تو به یک موضوع خاصی خیلی فکر میکنی، طوری که تمام اون موقعیت رو، تمام اون موضوعی که داری بهش فکر میکنی رو تحلیل و تفسیر میکنی. و این تحلیل و تفسیر یک تحلیل و تفسیر عادی نیست. لایه به لایه تحلیل و تفسیر میکنی و عین پوست پیاز هی میکنی میری داخل لایه بعدی، هی میکنی میری داخل لایه بعدی. این اسمش میشه فراتفکر یا همون نشخوار فکری که هممون اکثرا شنیدیم. موضوع این ویدیو اینه که چرا آدم هایی که اکثرا نشخوار فکری میکنن یا عادتشون فکر کردن خیلی زیاد، این آدمای نابغه‌ای هستن، پر از ایده‌ان، حالا یا انجام میدن اون ایده ها رو یا انجام نمیدن. ببین منی که دارم اینجا صحبت میکنم، ببین نمیدونم این اولین ویدیویی که داری از من میبینی یا نه، ولی اگه تو بایوگرافی کانال اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام، هر جا بخوای منو پیدا کنی، من تو بایوگرافیم نوشتم من ایده هام رو خلق میکنم و افکارم رو بیان. یعنی من خودم که از همون آدمایی هستم که خیلی ایده دارم و ایده هام اینقدر زیاده که من همه رو لیست میکنم که یه وقت فراموشم نشه. محتواهایی هم که خودم میسازم تو کانال یوتیوبم، همه اینا ایده هایی هست که از قبل نوشته شده تو لیست من و بعد از اینکه من اینا رو انجام میدم و میسازمشون خط میزنم از صورتشون، دیگه بهشون نیازی ندارم. آدمایی که خیلی فکر میکنن تو ذهن خودشون یک کارگردانن، تو ذهن خودشون یک فیلم بردارن، تو ذهن خودشون حتی یک عکاسن، تو ذهن خودشون فیلم نامه مینویسن برای هر موضوع. اگه تو روی این ویدیو کلیک کردین قطعاً داری با همین مشکل دست و پنجه نرم میکنی و آدمی هستی که زیاد فکر میکنی. پس ببین حرف من خوب متوجه میشی، تو سناریوهای خیالی زیاد مینویسی تو ذهن خودت. دست خودته، گاهی وقتا دست خودته، اما همیشه دست خودت نیست. اما زمانی که تو میتونی کاملا سناریوهای خیالی، آدمهای خیالی، موقعیت‌های خیالی، در لوکیشن‌های خیالی و گفتگوهای خیالی، جر و بحث‌های خیالی یا حتی دوستی‌های خیالی بسازی، همه تو فکر خودت، تو یک نابغه‌ای. تو اگر کارگردان یک فیلم بشی، تو پرفروشترین فیلم دنیا رو میتونی بسازی. تو اگر آدمی هستی که زیاد فکر میکنی، داری سوخت مغزتو هدر میدی برای چیزهای بیهوده، الکی و مزخرف و اصلا چیزی که هیچ جای زندگی قرار نیست به کارت بیاد. مثلا جر و بحث تو با مثلا میثم، مثلا جر و بحث تو با فلان دوستت و کاملا هم این موضوع خیالیه و اصلا این ارتباط بین اون دوست شکل نگرفته، اما تو ذهنت با دوست جر و بحث میکنی. تو توی ذهنت با مثلا میثم دعوا میکنی. حالا میثم نمیدونم که یه اسمی همینجوری پروندم. تو زمانی که مغزت میتونه یه همچین جزئیاتی رو پردازش کنه در حالی که هیچ وقت اون رو با چشم عیناً ندیده و همشون ذهنیه، تو یک نابغه‌ای، اما نمیدونی که چجوری باید از پتانسیل خودت، از این ویژگی حالا هم منفی هم مثبت خودت استفاده کنی. ببین من بازم خودم میتونم برات مثال بزنم. من یه آدمی هستم که مقاله نویسم. دستم خورد به میکروفون، احتمالاً الان یه پوف پوف صدا میخوره. منی که اینجا نشستم خودم هم مقاله نویسم، هم گاهی وقتا واسه خودم شخصا داستان مینویسم، هم افکارم رو می‌نویسم. من الان بخوای بری تو اتاق من، جای مشخصی که نمیگم، بخوای بری پیدا بکنی، حداقل 10-12 تا دفترچه دارم و این 10-12 تا دفترچه فقط مال یک بازه زمانی خاص و مشخص نیست. این واسه زمانیه که من شروع کردم به نوشتن و میشه گفت علاقه خودم به نوشتن پیدا کردم. فکر می‌کنم از 3 سال پیش شروع کردم به نوشتن و کاملا اتفاقی هم بود آشنا شدن من با ژورنال نویسی. اما این ژورنال نویسی فقط تخلیه افکار نیست. گاهی وقتا آره لازمه، داره فکرم داره مغزم میتره که از افکار میدونی تلمبار شده و مجبور میشم برم افکارمو بنویسم، خالی کنم، این ذهن من خالی بشه. این یک سرامیک تر و تمیز میدونی بچسبه به اون کف، قشنگ سفید بشه دوباره. میدونی یه جاروی تی میکشم تو ذهنم گاهی وقتا. البته گاهی وقتا نه، مسلما هر روز این کارو انجام میدم و آدمایی که عادتشونه روی ژورنال نویسی این کارو هر روز انجام میدن و هر موقع که
ببینن دارن میتریکن این کارا، شروع میکنن به نوشتن. اما کاری که من فقط انجام میدم فقط ژورنال نویسی یا نوشتن روتین یا همون برنامه‌ریزی برای روزمره یا خالی کردن افکار خودم یا اون مشکلی که الان دارم باهاش تو ذهن خودم دست و پنجه نرم میکنم یا عیناً دارم دست و پنجه نرم میکنم نیست. من خودم آدمی هستم که داستان زیاد می‌نویسم، این داستان‌های خیالی می‌نویسم و واقعاً هم مثل یک نویسنده می‌نویسم. یعنی اگر تو فکر می‌کنی منظور من از نوشتن یک صفحه یا دو صفحه است، اصلا اینطور نیست. من شده 20 صفحه 30 صفحه نوشتم و یک داستان رو کاملا خیالی شروع کردم به نوشتن و تمومش کردم و به اتمام رسوندمش. و فکر می‌کنی این ویژگی‌ها از کجا میاد؟ آیا ذاتیه؟ من آیا مادرزادی اینطوری هستم؟ خب قطعاً یه سری مسائل علاقه خودم هم هست، اما علاقه من فقط در کار نیست. من میتونم علاقه داشته باشم به بازیگری اما اصلا پتانسیل اون کار رو نداشته باشم، اصلا به اون کار نخورم. میدونی چی میگم؟ اما من در این موضوع هم علاقه داشتم، از بچگی من علاقه داشتم. من از بچگی هم نقاشی میکشیدم، هم خیلی مینوشتم از بچگی. و خب وقتی تو خب تصور کن یک آدمی که زیاد فکر میکنه بیاد در اون مسیر قدم برداره. خب معلومه اون آدم اگه یک نویسنده بشه، اگه یک کارگردان بشه، اگه یک فیلمنامه نویس بشه، قطعاً میترکونه. من اینجا نیستم بگم برو نویسنده شو یا برو فیلمنامه نویس یا کارگردان شو، نه اصلا اینطور نیست. من دارم توی این ویدیو تو رو آگاه میکنم نسبت به موضوعی که داری شاید رنج میکشی به خاطرش، شاید از دست این نشخوار فکری دیگه میدونی کلافه شدی، شاید آسی شدی، شاید دیگه نمیتونی تحملش کنی. ولی به یاد داشته باش اگه بتونی این موضوع رو طوری بهش جهت بدی که بتونی در مسیر مثبتی ازش استفاده کنی، منفیاش خیلی کمتره. من خودم هم تستش کردم. زمانی که ایده هامو خلق میکنم، ایده هامو روی این صفحه یوتیوب خلق میکنم، ایده هامو روی ورق کاغذ خلق میکنم، شروع میکنم به نوشتن، زمانی که محتوا میسازم، اصلا من به عنوان یک تولید محتوا کننده، به عنوان کانتنت کریتور، اصلا وظیفه‌م ایده داشته باشم. من اگه ایده نداشته باشم چطوری میتونم محتوا بسازم براتون؟ الان همین محتوایی که داره میبینی ایدهش اومد تو ذهن من و من گفتم خب ویدیو امروز باید این باشه و من باید راجع به این موضوع صحبت کنم برای افرادی مثل خودم و خودت. اگه تا اینجای ویدیو رو اومدی واقعا دمت گرم. یعنی تو خیلی آدم کنجکاوی هستی. اگه فکر می‌کنی محتوای مفیدی، حتما با لایک و کامنت از این ویدیو حمایت کن که به افراد بیشتری که مثل خودمون هستن پیشنهاد داده بشه. ببین تو میتونی شروع کنی به نوشتن، میتونی کانتنت کریتور بشی، میتونی تولید محتوا بکنی و اگر تو بتونی از این پتانسیل، از این ویژگی بهتره بگم، به درستی بهش جهت بدی و استفاده کنی، مطمئن باش تو اون زمینه موفق میشی. به جای اینکه تو ذهن خود دعواهای خیالی بسازی، جر و بحث تو با ایکس و ایگرگ و میثم و با فلان کس رو، یا مثلا یک موقعیت خیالی بسازی که اصلا وجود نداره، بعد یک نفر اونجا هست که اونم وجود نداره، بعد با هم دیگه دعواتون میشه، اونم که اون دعوا کاملا یک سناریوی خیالیه و اون سناریوی خیالی رو هی تصور میکنی، هی باهاش کلنجار میری و گل میزنی به روزت. عزیز من، تو میتونی همینو اصلا داستانش کنی. تو میتونی همین موضوع رو به صورت داستان بنویسی. اصلا داستان نویسی دوست نداری؟ میتونی افکار خودتو با ژورنال نویسی، دیگه همتون با ژورنال نویسی آشنایید، میتونی عادتت بشه هر روز بشین افکارتو دسته‌بندی کنی، بنویسی. و وقتی که شروع میکنی به نوشتن، هر چیزی که مینویسی بعد از نوشتن اون موضوع روی کاغذ مطمئن باش حل شده است. ببین منی که دارم این حرفو بهت میزنم، گفتم خودم 12 تا دفتر، شاید بیشتر، نمیدونم، یا ولی کمتر یا بیشتر دارم. از 3 سال پیش که با این عادت آشنا شدم و بهترین عادتی بود که من تو زندگی میتونم بگم از سن نوجوانی اضافه کردم به زندگیم و تا الان که 19 سالمه انجامش میدم. تو میتونی افکار خودتو بنویسی و زمانی که اون موضوع خاص رو که داره اذیتت میکنه این تو مینویسیش و خالی میکنی رو ورق، اون موضوع رو دیگه حل شده میدونه ذهنت. اصلا مهم نیست چیه ها، اون موضوع حل شده است. تا به همونجا که اون رو نوشتی دیگه حل شده است. امتحانش کن. به حرف من اعتماد نداری، شاید اولین ویدیویی باشه که داری از من میبینی، ولی امتحانش کن. امتحانش مجانیه. یه ورق بردار، شروع کن به نوشتن. اگه تو کسی هستی که به تولید محتوا علاقه داری، شروع کن این کار رو. ببین من خودم این با چه بک‌گراندی دارم ضبط میکنم. آیا من قراره 2 سال دیگه، 1 سال دیگه، 10 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، نمیدونم، با همین بک‌گراند آیا باشم؟ نه. قطعاً نه. آیا من با همین دوربین قراره تا آخر عمر پیر بشم ضبط بکنم ویدیوهامو؟ نه. آیا من قراره با همین نور همیشه ضبط بکنم؟ نه. آیا من همیشه در همین جایگاه هستم؟ نه. آیا دنبال کننده های من همیشه همینقدر خواهد بود؟ نه. پس شروع کن. منی که دارم این حرفو بهت میزنم، ببین مثل خودتم، دقیقاً عین خودت، یه آدم خاکی
یا حالا میشه گفت برادر تو هم، که نه دیگه خواهر تو که نمیتونم بشم برادر تو میتونی یا برادر من باشی یا خواهر منی که دارم این حرفو میزنم. ببین من خودم تازه شروع کردم، خب یوتیوب تازه شروع کردم و من یوتیوبر نیستم، من فقط اینجا محتوا میسازم، من یوتیوبر نیستم. من به عنوان کسی که تازه شروع کرده و خودم با یک همچین میشه گفت محیطی هستم و همیشه هم گفتم از زیر همکف دارم شروع میکنم، من دارم به تو میگم آقا شروع کن. اگه تویی که این ویژگی‌هایی که من اول ویدیو گفتم و داری، چون من دارم به این نتیجه ها بازخوردهای خوبی میرسم. اما اگر فکر میکنی بک‌گراند خوبی نداری، من فکر میکنم خیلی از شماها شاید حتی بهتر از موقعیت من باشید. اگر هم پایین‌تر بودید اشکال نداره، منو یاد خودت بیار. آیا من بعد الان ناراحت این باشم که چرا این کمد اینجا یا این پرده اینجا یا این نور اینطوریه یا این دوربین؟ نه، من کارمو شروع میکنم، به مرور سعی میکنم بهتر بشم. تو هم همینطور. اگر فکر میکنی میتونی تولید محتوا بکنی، اگر فکر میکنی به تولید محتوا علاقه داری، میتونی سناریوهایی که به ذهنت خطور میکنه به عنوان ایده رو بنویسی و از اون ایده ها رو خلق کنی. من خودم همین کارو میکنم. ببین من خودم گفتم یه آدمم که پر از ایده هم، یعنی اینقدر ایده های من تو زندگیم زیاده، اینقدر زیاده. بعضی از آدما به من میگن تو چجوری اینقدر ایده داری؟ اصلا یه سری‌ها هستن اصلا کلا هیچ ایده‌ای تو زندگیشون ندارن، یعنی میگن من مثلا هیچ ایده‌ای ندارم، هر کاری میخوای بکنی بکن، یا من کلا نمیدونم دارم تو چه جهتی حرکت میکنم، هیچ ایده‌ای واسش ندارم. این حرفو خیلی میشنویم و خیلی از آدما هستن میگن من هیچ ایده‌ای ندارم. من هیچ وقت اینجور آدما رو درک نمیکنم، چون خودم میگم هیچ وقت بدون ایده نبودم، حتی تو موقعیت‌های بحرانی و میشه گفت عجب و غریب. من ایده هام رو دارم سعی میکنم خلق کنم که یک حجمی از اون میشه گفت نشخوار فکریه، از اون افکار کاسته بشه. و اگر این کار رو نکنم قطعا میترکم، از درون میترکم. چون ببین با این ویژگی تو هستی، تو نمیتونی الان یه قرص بدی بالا بگی خب مشکل من حل شد، من دیگه نشخوار فکری نمیکنم. تو نمیتونی بری 10 جلسه پیش یک روانشناس و بگی خب بعد از این 10 جلسه دیگه عالی شد، من دیگه فکر نمیاد سراغم. نه، ببین تو میتونی ازش پیشگیری کنی، خب میتونی یه سری افکار رو اصلا فقط نادیده بگیری، فقط نظاره‌گر باشی، فقط تماشاشون کنی بذاری بره. اما نمیتونی این ویژگی رو از خودت مثل یه تیکه بکنی بندازی دور حذفش کنی. میفهمی چی میگم؟ تو اگر بتونی گفتم به اون هدف، به اون فکر جهت بدی، در مسیر مثبت درش حرکت کنی و انجامش بدی و ایده‌هات رو خلق کنی، مطمئن باش خیلی اون افکاری که داره اذیتت میکنه، اون افکاری که تلمبار شده من باید این کارا رو انجام بدم، من این اهداف رو دارم، من این ایده ها رو دارم، ولی هرگز انجامشون ندادی، مطمئن باش زمانی که انجامشون میدی خیلی اون فشار کمتر میشه. من 1 سال قرار بود کانال یوتیوب بزنم و شروع کنم به تولید محتوا. نزدم. اگر 1 سال پیش شروع میکردم من الان در این جایگاه بودم؟ امکان ندارم. بهتون قول میدم 1 سال بعد من کجام؟ من 1 سال قبل اگر شروع میکردم الان در این جایگاه نبودم. چرا شروع نکردم؟ به خاطر دلایلی که بهتون گفتم. بهانه، کمالگرایی، یا بک‌گراندم فکر میکردم خوب نیست، یا نورپردازی خوب نیست، یا ادیت هنوز من ماهر نشدم، یا ایدهشو هنوز میشه گفت فکر میکنم ایدم خیلی کامل نیست، خیلی در حد کمال نیست، در حالی که من الان دقیقاً دارم همون ایده ها رو الان براتون محتوا میسازم. همون ایده ها رو من الان به صورت محتوا خلق کردم تو کانال یوتیوبم. من اگر 1 سال پیش شروع میکردم هرگز در این موقعیت نبودم. و تصور کن هممون یه سری اهدافی داریم و اون اهداف رو اگر نتونیم در یک زمان مشخصی که باید دنبالشون کنیم چه اتفاقی میفته؟ خب من شب خوابم نمیبره. من واقعا شب خوابم نمیبره در اون موقعیت ها. من خودم آدمم که اگه زیاد بخواد فکرم شلوغ باشه شب ممکنه خوابم نبره و بیخوابی شروع خیلی از مسائل بحرانیه که بعداً در زندگی مواجه میشه که اصلا اون خودش ویدیو دیگه است. فعلا توی این ویدیو نمیپردازیم. من میخوام بهت بگم اگر این ویژگی ها رو داری، ببین بهش جهت بده. این جمله رو از من داشته باش، این جمله رو بنویس. من به افکار خودم در یک مسیر مثبت در راستای اهداف خودم جهت میدم. جمله سنگین بود، بزن عقب دوباره بشنو. من به افکار خودم در زمینه مثبت و در راستای اهداف خودم جهت میدم تا بتونم هم از افکار خودم اون فکری تلمبار شده، اون فشاری که رو من رو بتونم کمترش کنم، هم دارم خب به یک موفقیتی میرسم. من شروع کردم به تولید محتوا، من دارم محتوا میسازم، دارم تو یوتیوب مانیتایز میشم، دارم توی اینستاگرام دیده میشم، دارم فلان کسب و کارمو دارم ران میکنم، فلان استارتاپو دارم میزنم. میگیری چی میگم؟ اینا ایده است و اگر تو ایدت زیاده و هیچ کدوم از اون ایده ها رو یا میشه گفت 99% رو عملی نمی‌کنی، اجرایی نمی‌کنی، خب اون ایده ها
هست، نمیتونی اینا رو حذف کنی. کامپیوتر نیست شیفت دیلیت کنیشون. این ایده ها با تو هر روز همراهه. میگه چرا منو انجام نمیدی؟ اگر منو انجام بدی، اون حرف ایده است و من کاری میکنم زندگی تغییر کنه. چرا انجام نمیدی؟ همون ایده هایی که تو ذهنته وقتی که انجامشون میدی تازه متوجه میشی که اصلا چیزی نبودی که بخوای براش نشخوار فکری کنی. تو اینقدر کاراتو مینداختی عقب و اینقدر از پتانسیل خودت خبردار بودی که میتونی چه کارهای مفیدی انجام بدی و چه قدرتی داری، اما هیچ وقت از اون قدرت استفاده نمی‌کنی. اون باعث نشخوار فکری تو شده. چون تو رو، اون ایگو تو رو آدم ضعیفی در حال حاضر میبینه، در حالی که میدونی که تو هزاران ایده داری که میتونی به قدرت برسی، به اون چیزی که میخوای برسی. یعنی ایگو تو میفرسته تو رو جلوی آینه و میگه که دشمن تو خودتی، تو خودت جلوی خودتو گرفتی، تو عین یک سد نمیذاری من از این فیلتر رد بشم برم جلوتر. و اگر فکر میکنی که میتونی ایده‌هات رو خلق کنی در هر زمینه‌ای، انجامش بده و مطمئن باش که موفق میشی.